خلیسمو میرزاعلی‌وا اعضای کتابخانه ملی کتابخانه بهترین ماه شناخته شد. این سپاسنامه از کتابخانه ملی با او سرفراز گردانیده شده است. خلیسمو خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه واسه روزهای تعطیل بهاری را در شهر دوشنبه با مطالعه کتاب‌های بدیعی گذرانیده است. من اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است هستم. من طول 5 سال است که در این آزمون اشتراک میکنم. برای به آزمون جا گرفتن من از روی نظامنامه کتاب‌هایی که در همان نظامنامه از ادبیات بچگانه نوشتگی بود تیاری می‌دیدم و با کتابخانه ملی تاجیکستان رفته به آنجا اعضا شدم و چه کتابی که در نظامنامه آماده شده بود من در آنجا دسترس می‌کردم و آنها را پیدا کردم می‌خواندم. از این موفقیت خلیسمو کلکتیو آموزگاران و خوانندگان مکتب در برابر آنکه خرسند شدند، خلیسمو برای دیگران نمونه عبرت گردید. در پیروی با او توجه همسنفانش به کتابخوانی زیاد گردید. میخواهم در فروغ صبح دانایی اشتراک کنم از ادبیات نمینیت کلاسیک تاجیک. من از همسنفم خلیسه عبرت گرفتم. چنان که وی در کتابخانه ملی اعضا شده است من هم میخواهم در تعطیل تابستانه رفته در آنجا اعضا شوم. و اکنون کتابخانه مکتب مکانی دوست داشته آنها گشته است. خلیسمو و این همسنفانش برای آماده و اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است قریب که همه روزه به اینجا آمده کتاب میگیرند. آنها محفل تشکیل داده بودند که در یک ماه که از همه بیشتر کتاب میخواند. نامی همان محفل بهترین کتابخوانی ماه بود. من در ماه مارس غالب همان محفل شدم که زیاده از 130 تا کتاب‌های بدیعی بچگانه را مطالعه کردم و غالب گردیدم. کتابخانه رو دیدم ما در حیرت شدیم که رف‌های کتاب‌ها قریب که خالی بودند، لیکن بعد آنکه سببش را پرسیدیم که قسم زیادی کتاب‌ها در دست خوانندگان هستند از این نهایت شاد گشتیم. فوند کتابخانه ما همگی از 2668 کتاب موجود است. اینچنین از اینها 1165 تاش در دست خوانندگان است. اعضای کتابخانه ما از طرف هم آموزگاران هم از طرف خوانندگان به 1132 اعضا دارد. یعنی همه روز از روزی که سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی اعلام گردید از آن وقت باز هم اعضای کتابخانه ما از طرف والدان خواننده هم زیاد گردید. در کتابخانه مکتبی اطلاع دادند که شماره اعضایان کتابخانه روز تا روز می‌افزاید. با وجود این ماموریت مؤسسه کوشش می‌نماید که خواهش خوانندگان را اجرا نماید. در مؤسسه ما دور اولی آزمون جمهوریت فروغ صبح دانایی گذرانده شد که در آنجا 178 خواننده از جمله 20 نفر آموزگاران و 4 نفر کارمندان تکنیکی مؤسسه در همین آزمون اشتراک کردند. نگفته نماند که همساله سطح کتابخوانی خوانندگان آموزگاران خیلی زیاد شده است. حالا قریب 1130 نفر در کتابخانه ما اعضا هستند. هم خوانندگان هم آموزگاران. طبق نقشه شعبه معرفی ناحیه دوری ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است امسال در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 در دهه خوشابک دایر میگردد و ماموریت مؤسسه با این چاره‌بینی آمادگی جدی دیده ایستاده است. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.